قطعاً این روزا که به قسمت‌های پایانی سریال جنگل آسفالت نزدیک میشیم، توجه شما هم به نسبت بازیگران این سریال جلب شده. نوید محمدزاده و همسرش فرشته حسینی در یک سمت و امیر جعفری و همسرش ریما رامینفر در سمت دیگه سکان اصلی داستان رو در دست دارن که علیرضا جعفری هم در همین دایره قرار میگیره. به همین بهانه مروری به داستان زندگی و نحوه آشناییشون خواهیم داشت، به خصوص امیر جعفری که گفتنی‌های جالبی راجبش هست، از ازدواجش بگیر تا دوستی دیرینه با چهره‌های سانسوری و خودشیرینی سیاسی. پس با ما همراه باشید. قابل دانستنی. با توجه به درخواستی که برای ساخت ویدیو راجع به این آقای بازیگر داشتین، اول از نوید محمدزاده یا به قول خودش ببر کرد فروردینی شروع می‌کنیم که چند سال جاپای خودش رو حسابی در سینمای ایران، خصوصا نقشه جدی و به قول معروف گنگ محکم کرده و میشه گفت که از گرونترین بازیگرای جوان حال حاضر سینمای ایران محسوب میشه. کسی که طرفدار دو آتیش تیم استقلال و فیلم‌های بهروز وثوقیه. این ببر کرد 12مین و آخرین فرزند خانواده است که 17 فروردین 65 تو تهران متولد شد و از 2 سالگی تا اتمام دوره راهنمایی در ایلام زندگی کرد. عشق فوتبال بود و صدای فوتبالیست شدن داشت تا اینکه یک فیلم مسیر زندگیشو به سمت بازیگری سوق داد. اینطور شد که بعد از گرفتن دیپلم عمران به یک آموزشگاه بازیگری تو کرج رفت و مسیرشو در بازیگری ادامه داد. نوید تو سالهای 90 تا 91 اجرای قسمت‌هایی از برنامه دوستان که از شبکه جام جم پخش میشد رو به عهده داشت. نوید محمدزاده هستم. بر یه مهمان فوق‌العاده دارم، هر دو مهمان عزیز هستم، ولی الان کیوان یه گپ گفته به شدت جذاب داره. کیوان عجیب. اما از سال 92 با بازی تو فیلم من عصبانی نیستم اسمشو سر زبون‌ها انداخت. فیلمی که بازی اون مورد توجه منتقدا قرار داد و نامزد سیمرغ بلورین جشنواره فجر کرد. از آثار برجسته محمدزاده میشه به ابد و یک روز، بدون تاریخ بدون امضا، سرخپوست و متری 6.5 اشاره کرد. جوایز و نامزدی‌های نوید محمدزاده زیاده، اما از موندگارترین هاش میشه به جایزه بهترین بازیگر مرد برای فیلم بدون تاریخ بدون امضا در 19مین جشنواره فیلم براتیسلاوا در کشور اسلواکی اشاره کرد که ضمن تشکر از برگزار کنندگان جشنواره جایزه‌شو به بازماندگان زلزله کرمانشاه تقدیم کرد. فعالیتش در سینمای خانگی خیلی کمرنگه و پیش از جنگل آسفالت در 2 سریال آکتور و قورباغه نقش‌آفرینی داشته که قورباغه ساخته و نوشته هومن سیدی علاوه بر اینکه توجه مخاطبان زیادی رو به خودش جلب کرد، زندگی عاطفی نوید محمدزاده رو تغییر داد. دقیقاً بعد از همین سریال بود که زمزمه‌هایی از ارتباط نوید محمدزاده با فرشته حسینی که در سریال قورباغه نقش خواهر کوچیک‌ترش رو بازی می‌کرد، با اعلام خبر ازدواج در صفحه اینستاگرامشون به واقعیت رسید. این خانم اردیبهشتی از پدر مادری افغانستانی در 6 اردیبهشت 1376 در تهران متولد شد و به خاطر سختگیری خانواده از 9 سالگی فعالیتش رو با تئاتر شروع کرد. در یک خانواده پرجمعیت با 6 تا خواهر و 1 برادر بزرگ شده و به خاطر زندگی سختی که در کودکی داشته برای تأمین هزینه‌های مدرسه‌اش توی یک کارگاه خیاطی کار می‌کرده. اولین حضورش تو سینما به سال 95 در فیلم رفتن برمیگرده و در سال 1400 برای ایفای نقش تو فیلم دسته دختران دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش مکمل زن از 40مین دوره جشنواره فیلم فجر رو کسب کرد. سال 99 هم برای بازی در سریال قورباغه نامزد جایزه حافظ بهترین بازیگر زن درام شد. بعد از تجربه سریال قورباغه و ازدواج با نوید محمدزاده هم اسمش بیشتر سر زبون‌ها افتاد. البته این ازدواج حاشیه هم داشت، اما قبل از اینکه به حواشی این ازدواج برسیم ممنون میشم اگه دوست داشتی این ویدیو رو لایک کنید. اگه یادتون باشه بعد از موفقیت فیلم برادران لیلا در جشنواره کن 2022 نوید محمدزاده که همراه با همسرش توی این مراسم حضور داشت، روی فرش قرمز و مقابل دوربین خبرنگارها با بوسیدن فرشته حسینی قوقایی به پا کرد که علاوه بر توجه کاربرای فضای مجازی برای مدتی به قیمت ممنوع الکاریش تموم شد. اما فارغ از این داستان و عکس‌هایی که با استایل‌های عجیب در صفحه اینستاگرامش منتشر می‌کنن، زندگی آروم و بی سر و صدایی دارن. اما نوبتی هم باشه نوبت خانواده جعفریه که همه ایران با چهره و فیلم‌هاشون آشنایی کامل دارن، خصوصا ریما رامینفر که مخاطبا بعد از حضور ماندگارش در سریال پایتخت اونو بیشتر با اسم هما به یاد میارن. این نویسنده و بازیگر ایرانی زاده 5 فروردین 1349 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر که در سال 67 دیپلم گرفت
و در همون سال تو رشته گرافیک قبول شد و بعد از 1 سال تصمیم گرفت برای ادامه تحصیل به اروپا بره. اونجا وارد دانشگاه شد و 3-4 سالی هم توی آلمان موند، اما بنا به دلایلی برگشت و تحصیلاتش رو با رشته نمایش تو دانشگاه آزاد ادامه داد و همزمان درگیر فعالیت تئاتر شد. طی همین فعالیت‌ها انگیزه نوشتن نمایشنامه باعث شد دست به نگارش ببره و برای نمایشنامه پس تا فردا که خودش هم در اون بازی می‌کرد در جشنواره تئاتر فجر صاحب جایزه 3 نمایشنامه نویسی بشه. تو همون سالهای فعالیت تئاتر با امیر جعفری 19 ساله آشنا شد. بازیگری که متولد 10 شهریور 1353 یعنی 4 سال کوچکتر از خودش بود. نحوه آشنایی این زوج تو نمایش دو جلاد و کلاس‌های بازیگری زنده یاد استاد محمد سمندریان شکل گرفت که با توجه به کم سن و سال بودن امیر جعفری و مشکلات اقتصادی این دوران عاشقی بعد از 11 سال به ازدواج ختم شد. گفته میشه عشق و وفاداری این زوج تو عالم بازیگری زبان زده هم است که با وجود این همه مشکلات و فراز و نشیب همچنان به دور از حواشی شخصی زندگیشون جریان داره و گاهن تو پروژه‌های مختلف همبازی میشن. حاصل این ازدواج یک پسر به نام آیینه که 6 شهریور 1386 به دنیا اومد و شباهت زیاد و رابطه صمیمی با پدرش داره. و اما بشنوید از امیر جعفری. امیر جعفری سال آخر دبیرستان بود که بازیگری رو در یک دوره 2 ساله زیر نظر استاد محمد سمندریان در یک کانون تجربی یاد گرفت و انقدر سرگرم کلاس‌های بازیگری شد که تو دانشگاه مشروط شد و به همین خاطر تصمیم گرفت بازیگری رو به صورت جدی و قوی دنبال کنه. اولین تجربه بازیگری سینماش هم نان، عشق و موتور هزار بود که ریما رامینفر هم در اون حضور داشت. شاید بعضیاتون ندونین که امیر جعفری و بابک زنجانی با هم همکلاسی بودن و 4-5 سال در دوران دبستان تا راهنمایی پشت یک میز میشستن. گویا با هم دوستی خانوادگی دارن، اما طبق گفته بابک زنجانی هیچ رابطه کاری با هم ندارن و امیر جعفری هیچ سود مالی از این رفاقت نبرده. والله منم تعجب کردم. البته این زوج عاری از حواشی سیاسی نبودن و با امضای توماری در خرداد سال 92 همراه با سایر اصلاح طلبان و اعتدالگرایان ضمن قدردانی از انصراف عارف به نفع حسن روحانی از نامزدی حسن روحانی تو انتخابات ریاست جمهوری 92 حمایت علنی کردند. سال 98 هم انتشار قطعه کلیپی از یکی از مصاحبه‌های امیر جعفری در دفاع از دارایی خصوصی مسئولین با واکنش تند مردم و روزنامه‌نگارا همراه شد. من اگر مثلا رئیس جمهور می‌شدم، آقا بین الله می‌کردم. گفتم ای بابا، آقا برادر من چرا با بیکار باشی؟ بده به اون برسه. مملکت دستمه. آقا چرا می‌شیم قضاوت کنیم؟ من نمی‌دونم واقعا. یا اصلا طرف میگه پسر فلان وزیر بن سوار میشه. بابا پسر فلان وزیر بدبختی کشیده، بابا پدرش در اومده زحمت کشیده، چرا سوار نشه؟ چرا سوار نشه؟ بابای تو هم زحمت میکشید، بیخوابی میکشید، همه این کارا میشونه باشید خوب سوار میشدی. که الان من این حرفا رو میزنم، شب بیا این پخش بشه، بیا تو اینستاگرامم. شما هنرمندا که پول بیت المال، آقا زحمت کشیدن، بیخوابی کشیدن. همین الان دارم با تو که مدتی بعد با انتشار یک ویدیو از مردم بابت اظهاراتش عذرخواهی کرد. یک کلیپ 40 ثانیه‌ای چند وقتیه توی فضای مجازی از من داره دست به دست میشه. خواستم فقط یه توضیح مختصر بدم. این ویدیو در حقیقت یک مصاحبه 60 دقیقه‌ایه که همون موقع هم یه سری اومدن سوء استفاده کردن و منقطعش کردن و اونجوری که دلشون می‌خواست اونو پخش کردن. همون موقع من اومدم توضیح دادم که ماجرا چی بوده، عذرخواهی هم کردم. الانم باز اگر کسی فکر میکنه که من آزرده خاطرش کردم، رنجشی از من داره، من مخلصشم هستم، دستشم میبوسم، معذرت خواهی هم میکنم. ولی دوستای من فراموش نکنید که من همیشه پشت شما بودم. ما آخرین عضو این خانواده کسی نیست جز علیرضا جعفری که برادرزاده امیر جعفریه و در این سریال نقش امیر پسر ایرج طلا رو بازی میکنه. داستان بازیگر شدنش برمیگرده به سالها پیش که امیر جعفری برادر کوچیک خودش که تو سن و سال فعلی علیرضا بوده رو برای نقشی کوتاه تو یک نمایش معرفی کرد و برای اینکه علیرضا تو خونه تنها نباشه اونم با خودشون میبرن. اونجا کارگردان میگه که این نقش به برادر امیر جعفری نمیخوره، اما موقع خروج توجهشون به علیرضا کوچولو جلب میشه و بهش پیشنهاد بازی میدن. اینطور شد که در یک اپیزود از نمایش رقص کاغذپاره ها بازی کرد. بعدها اولین کارش رو سال 1380
با فیلم تلویزیونی دیوار کاهگلی شروع کرد و فیلم مهمان مامان به کارگردانی داریوش مهرجویی باعث شناخته شدن چهره‌اش شد. اون که علاقه زیادی به بازیگری نداشت، بعد از مهمان مامان به بازیگری جذب و علاقه‌مند شد. به این ترتیب از سن 7 تا 15 سالگی توی 30 فیلم و سریال نقش‌های مختلفی رو بازی کرد که در سن 12 سالگی تو سریال تلویزیونی متهم گریخت به کارگردانی رضا عطاران و نویسندگی سعید آقاخانی که تو ماه رمضان سال 1384 از شبکه 3 پخش میشد، با بازی در نقش سعید بچه هاشم آقا تو خاطره ها موندگار شد. این روزها هم که جنگل آسفالت آخرین اثریه که توش بازی کرده. این هم یه بیوگرافی مختصر و مفید از سکانداران جنگل آسفالت که امیدوارم خوشتون اومده باشه. نظرتون رو تو کامنت برام بنویسین و بگین کدوم فیلم یا سریالی رو تو خاطرتون دارین که چند زوج یا خانواده هنری با هم بازی کرده باشن. ممنون از نگاهتون که تا انتهای ویدیو همراه ما بود. لایک و شیر ویدیو باعث حمایت ماست. برای دیدن ویدیوهای بیشتر حتما قاب دانستنی رو سابسکرایب کنید.